Изҳороти вакили ноҳияи Дарвоз дар ҳафтаи гузашта дар мавриди ҷудо шудани ин ноҳия аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо норизоиятии сокинони вилоят рӯбарӯ шуд. Баёнияи сиёсӣ пас аз поёни ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон бори аввал дар сатҳи маҷлиси вилоятии намояндагони мардумӣ ироа шудааст. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар канори ман аст. дуруд бар шумо. Чаро баёнияи вакил Ҳаким Давлатзод ҷанҷолӣ шуд? ببینید حکیم давлатзод در سخنرانی از قبل آماده شدهش اعتراضهای روزهای 25-28 نوامبر را که پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف به وقوع پیوست تنقید کرد. به گفته وی چنین اعتراضات در شهر خاروق از سوی گروه‌های جنایی سر می‌زنند که پیشرفت ناحیه درواز را خلل‌دار می‌کنند. حکیم давлатзод افزود که در صورت تامین نشدن امنیت و ثبات در سراسر ولایت آنها آینده درواز را در هیئت منطقه دیگر می‌بینند. با وجود این давлатзод در مورد پایمال شدن حقوق ساکنان خود درواز هیچ گونه دلیل مشخصی نآورد. اظهارات وکیل از تلویزیون ولایتی بدخشان هم پخش شد. رادیو آزادی با هدف روشنی انداختن و موقع давлатзод با او تماس گرفتند. او هرچند برای صحبت قبول داد و گفت که من خودم زنگ میزنم اما دیگر به زنگ‌های بعدی جوابم نداد. بیانیه давлатзод در بین ساکنان ولایت از جمله ساکنان ونج و درواز ناراضگی خیلی زیادی را برانگیخت و آنها مخالفتشون را به بیانیه وکیل آشکارا در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند، عرض کردند و یک ساکن جماعت نولوند ناحیه درواز به رادیو آزادی گفت که چنین بیانیه به هیچ یکی از ساکن جماعت نولوند موافقه نشده است. درواز 24,000 جمعیت دارد و یک وکیل نمیتواند از نام همه آنها سخن بگوید. آیا میتوانید در باره نظری محفل‌های سیاسی کارشناسان به این بیانیه جنجالی بیشتر اطلاع بدهید؟ واقعا همکاران ما با چندی از کارشناسان و تحلیلگران صحبت کردند و از جمله با پرویز مولاجانوف که با تحلیل‌های بی‌طرفانه شناخته شده است و از جمله گفت که این تنها نظر یک وکیل ولایتی است و آن را دارای اهمیت زیادی نمی‌شمارد. با گفته مهدی صابر کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان شاید این بیانیه تلاش برای لغو خودمختاری ولایت بدخشان باشد که به قبل او موضوع دایره‌های بسته حکومت است. با گفته مهدی صابر در گذشته در این مرکز نظری کارمندان و تحلیلگران را پرسیدند. مقام مختار ولایت در ماده 7 سرقانون تاجیکستان ذکر شده است. بر اساس ماده 100 سرقانون تمامیت ارضی دولت تغییر نیابنده خواهد ماند. به گفته علیم شیرزمانوف معاون سابق رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هر گونه تلاش برای لغو خودمختاری میتواند بین مردم منطقه اختلاف ایجاد کند. شالا باید ذکر کنم که هیچ یکی از مقامات حکومت مرکزی رئیس ولایت و رئیس مجلس ولایتی تا حال بیانیه جنجالی وکیل درواز را شرح ندادند و ناروشن است. بله، فهم. سپاس برای صحبت. ویلایت مختاری کوهستانی بدخشان کل قسمت شرقی تاجیکستان را تشکیل داده با مساحت بیشتر از 64,000 متر مربع بزرگترین منطقه کشور می باشد. طبق امور امسال جمعیت آن حدود 250,000 نفر است. ولایت با افغانستان، چین و قرقیزستان همسرد می باشد.